خب اینجا پولیش واکس ال90 خانم پرتو، خسته نباشین. اولین خانم صافکار ایران هستند با همسرشون تو کارگاه. این کارگاه در اصل پارکینگ خونه است و به خاطر شرایطی که حاکم هست نتونستن جایی رو اجاره کنن، ولیکن در عوضش تلاش پشتکار خوبی دارن. بله، همسرشون اشاره میکنن که من بگم که نقاشی ماشینم انجام میدن. بله، بنده شنیدم و گفتم. بله، لیسه گیری، صافکاری، PDR، سفشویی، پولیش واکس. آرزوی موفقیت داریم. ویدیوهای بعدی رو هم در یک شرایط بهتر مجدد آپلود میکنیم. فعلا برای شروع کار و معرفی بود.